سلام من بازم اومدم. امروز میخوایم با هم دیگه یه نقاشی جذاب آبرنگی بکشیم. همونطور که میبینی اول یه مقوای مخصوص آبرنگ رو برمیدارم، بعد شروع میکنم طرح اولیه‌ام با یه مداد معمولی که مداد هاشبه هستش روش میکشم. طرحی که من انتخاب کردم طرح یک منظره شیشه‌ای هستش که داخلش یه حالت نیمه بیابونی و نیمه جنگلی داره. بعد از طراحی میرم سراغ مهمترین کارم که خیس کردن سطحی که قرار با آبرنگ رنگ بشه، چون که من قراره تکنیک خیس در خیس کار کنم. وقتی که حسابی با یه قلموی پر آب خیسش کردم، حالا شروع میکنم به رنگ گذاری. اینجا رنگ هایی که انتخاب میکنم کاملا سلیقه‌ای و مورد علاقه خودمه. ممکن تو دوست داشته باشی آسمون این در واقع دنیای کوچیک شیشه ای رو یه رنگ دیگه بکنی، هیچ مشکلی نداره. ولی مهم اینه که سعی کنی با تکنیک خیس در خیس کارتو جلو ببری. یعنی چی؟ یعنی که وقتی داری رنگ رو میذاری قلمت پر آب باشه و سطح کارت هم حسابی خیس باشه. همونطور که میبینی الان من رنگ بنفش و آبی رو گذاشتم و اجازه میدم این رنگ ها یک کمی با هم دیگه مخلوط بشن، تو هم برن. این کارمو خیلی خوشگل تر میکنه و چون سطح هم خیسه رنگ ها خیلی رها و آزادن، خودشون میدونن که کدوم سمتی برن و چطوری توی مقوا پخش بشن. رنگ سومم رنگ سبز هستش، اونم میذارم. خب وقتی که رنگم حالا یک مقداری با رنگ بالایی ترکیب میشه، یک همین درجات تیرگی هم پیدا میکنه که همین کارم رو قشنگتر میکنه. و در نهایت بعد از اینکه رنگ سبزم گذاشتم میرم سراغ آخرین رنگم که رنگ زرد هستش. بعد از اینکه رنگ زردم گذاشتم، حالا وقتشه که دیگه برم سراغ این که حسابی رنگ ها با هم دیگه قاطی بشن و شروع میکنم به مرتب کردن رنگ هام. حالا اگه میخوام یه مقدار بیشتر داخل همدیگه برن، به سمت همدیگه هدایتشون میکنم و میذارم که طرح نهایی در نهایت توسط خود رنگ ها ایجاد بشه. حالا وقت جذاب پاشیدن نمکه. یه مقدار نمک دونه درشت رو بر میدارم و روی سطح کارم آروم میپاشم. وقتی نمک ها پاشیده میشن، اتفاقی که میفته اینه که وقتی نمک توی اون آب خیس حل میشه، آب خیس انگار آب خشکم داریم، این نمک ها یه حالت کریستالی پیدا میکنن که خیلی خوشگله همونطور که میبینید و خیلی کار جذاب میکنن. وقتی که کارم خوش شدش، حالا سعی میکنم اون نمک هایی که توی آب حل نشدن رو از سطح کارم جدا کنم و بتکونم. همینجور که میبینید رنگ ها حسابی به خورد نمک ها رفته و نمک ها رنگی شده. نقاشی الان خیلی با نمک شده حتما. وقتی که همه این نمک ها رو بتکونم، یه سطح یک دستی پیدا میکنم و میتونم اون سطح کریستالی رو خیلی بهتر ببینم که توسط نمک ها در واقع یه جوری ساخته شده. حالا میرم سراغ این که با استفاده از یک قلموی نازک که شما میتونید از قلموی 3-0، قلموی شماره 0 یا حتی 1 استفاده کنید، بستگی به اون میزان ریز بودن و نازک بودن درختایی که شما میخواید بکشید. من درختای کاج رو انتخاب کردم برای قسمت پایین نقاشی. کشیدن درختای کاج خب بچه‌ها یکم مهارت میخواد، به خاطر اینکه شما باید با ساختار و فرم این درخت‌ها آشنا باشید. این درخت‌ها معمولاً به این صورتی که قسمت بالای درخت خیلی شاخ و برگای کمی داره و قسمت پایینش خیلی پرتره. پس منم سعی میکنم طبق همون ابتدا خط میانی که تنه درخت هست رو میکشم و بعد شروع میکنم با ضربه های نازک نوک قلمم قسمت بالا رو آروم آروم میکشم و میرسم به قسمت های پایینی. اینطوری فرم میدم به درختام و خب حالا هرچی درختامون بیشتر باشه کارمون قشنگتر میشه. و خب میدونیم که اون نمای پایین در واقع این دنیای شیشه‌ای خیلی به زیباتر دیده شدن کل نقاشیمون کمک میکنه. یه جورایی نشون دهنده اینه که کلا توی این کاغذ، توی این شیشه چه اتفاقی در حال رخ دادن. خب همه درختامو میکشم، بعدش میرم سراغ این که با یه راپید
که حالا بازم میتونه انتخاب خودتون باشه. میتونید شما همچنان با همون قلموتون و رنگ مشکی آبرنگ کار ادامه بدید، ولی من خواستم از راپید استفاده کنم که باهاش این قسمت پایین کارم که چادر و اون چوب‌های آتیش، همچنین اون آتیشی که روشن هست، همه اینا رو سعی کردم که با راپید بکشم. دوست داشتم کارم خیلی تمیزتر و نازکتر باشه، به خاطر همین راپید رو انتخاب کردم و خیلی از کار کردن با راپید توی آبرنگ لذت میبرم. مطمئنا شما هم تجربهش رو داشتید و میدونید که راپید واقعا لذت خاصی داره، هر مدل نقاشی که باش بکشید. در نهایت با همون راپید شروع میکنم یه سری نقطه های ریز میذارم که کارم رو قشنگتر جلوه بده. نیازی به فشار خاصی نیست. راپید به خاطر جوهری که داره، با همون ضربه کوتاهی که روی مقوا میزنید کار خودش رو انجام میده. امیدوارم که از این نقاشی خوشتون اومده باشه و حتما اینو بکشید.